عددی کلانتری بتونی مثبت رو باید بگیم که برای نابرابری کنی سوزد یا نابرابری از چه درجه است چیکار کنیم میتونیم بیاین اول این درجه رو ساده کردن نمیسیم ساده کنی و چیکار میشه 5 درجه x minus 24 و این میشه 5 درجه 2 تقسیم 5 درجه x و میتونیم درون بدرون کنیم ضرب تناسبی این میشه 5 درجه x ضرب 5 درجه x minus 24 ضرب 5 درجه x خورده است 5 کوادرات بعد از اینجا ما چی گفته میتونیم 5 درجه 2x میشه درجه جمعی minus 24 ضرب 5 درجه x minus 25 خورده از 9 برای که نابرابری پر کردن همه عددها رو به یک طرف جمع کنیم و در اینجا ما باید دیگرگونی کنیم دیگرگونی از جهتی برای تبدیل دادن این نابرابری برای آسان شدنش بیایم 5 درجه x رو ما آگوییم و نابرابری ما چی میشود a کوادرات minus 24a minus 25 خورده از 9 این نابرابری کوادراتی شد این رو چکار میکنیم با قوس ها جدا میکنیم minus 25 پلوس 1 از 9 خورد از اینجا ریشای این نابرابری 25 و minus 1 بعد خط تیر رو میکشیم چه نابرابری کار میکنیم از minus به آخر بعد ریشه خورد minus 1 بعد 25 و بعد به آخر میشود از اینجا میدونیم که باید یک عدد انتخاب کنیم بگذار minus 10 باشد اگر minus 10 رو با این نابرابری مونه چی میشود پلوس اینجا اگر نابرابری مونه مینوس و اینجا پلوس میشه از ما چی میخواد وقتی از ما خورد میشه در این وقت لیکن از ما چی کنیم بین 25 و مینوس 1 لیکن ما لازم نیست و ما چی لازم است 5 درجه x چی بود 5 درجه x من 25 رو نوشتم 5 کوادرات لیکن مینوس شده از مینوس 1 کلان من رو کم تو 40 درجه منفی شده نمیتواند من نکنه از 9 کلان از 1 کلان یا اینکه از 9 کلان گفته میتونم از مینوس 1 ببینیم نورمال چون که مینوس 1 شده نمیتونه درجه و از این چی میخواند عدد کلانتری این بتونی مثبت رو یابد که با این نور درست میشد از اینجا دیده میتونیم که x یک عددی بتون 1 شود اگر با این نور 2 1 شود و این نابرابری خانه میسازد یعنی سنجیده میتونیم اینجا چند میشه 1 رو مونم اگر minus 19 5 کلان است یعنی لیکن سنجش با ما یک چون سنجش ما یعنی x در اینجا درست است یک میشه